ولایت بامیان در پیوند با منحرف نمودن مسیر برق پروژه توتاب توسط ریاست برشنا از مسیر بامیان از طریق کوتل سالنگ مورخ نقطه جدی 1394 مطابق با 9 جنوری 2016 میلادی. دولت و حکومت افغانستان و اساس قانون اساسی کشور مکلفیت دارد تا در تمام عرصه‌های حکومتداری به خصوص در ایجاد زیربناها، انکشاف و تأمین عدالت اجتماعی حقوق همه شهروندان را مساویانه در نظر داشته و زمینه رفاه و آسایش همگانی را فراهم نمایند. ماده 6 قانون اساسی در این زمینه چنین صراحت دارد: دولت افغانستان به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد. ولی متاسفانه با وجود اینکه 1.5 دهه از عمر حکومت‌های انتخابی می‌گذرد و ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های جامعه جهانی و کشور سرازیر گردید، هنوز بامیانی‌ها از نعمت داشتن برق محروم بودند و شهروندان این ولایت در تاریکی به سر میبرند، در حالی که اهمیت تاریخی باستانی و انتخاب شدن بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای اونبسار ایجاب می‌نمود، در بخش‌های مختلف به خصوص انرژی برق در این ولایت سرمایه‌گذاری شده و تبدیل جدی صورت می‌گرفت. همانطوری که همه در جریان هستید، بنا بود پروژه برق کاسای کزار از شمال به طرف مرکز کشور از مسیر بامیان بگذرد که با تعصب به اثر کارشکنی‌های عده‌ای افراد مغرض و متعصب در درون نظام پروژه مذکور قرار است از مسیر دیگری بگذرد و نیز به اساس سروه و بررسی کارشناسان فنی و تکنیکی، انجینیران مسلکی و متخصصین شرکت‌های معتبر خارجی پروژه برق توتاب نیز از مسیر بغلان بامیان از مسیر دره شکاری به کابل انتقال یابد که این بار نیز کارشکنی توسط بعضی افراد در درون حکومت وحدت ملی و ریاست برشنا صورت گرفته و می‌خواهند مسیر اصلی آن را منحرف نموده و از طریق توپ‌های سالنگ و کابل انتقال یابد. در حالی که در سال گذشته ما شاهد بودیم که بر اساس حوادث طبیعی و ریزش برف و باران و طوفان‌های شدید در کوتل سالنگ شهروندان کشور قریب به 2 ماه از نعمت برق محروم بوده و با مشکلات مواجه گردیدند. این در حالی است که معادن بزرگ مثل معدن حاجیگک، معدن آهن حاجیگک و معدن زغالسنگ اشبشته در مسیر این پروژه قرار داشته که باید از انرژی آن در استخراج این معادن مورد استفاده قرار گیرد و نیز ساکنین مناطق محروم مرکزی ولایاتی مثل بامیان، غور، دایکنڈی و ساحاتی از بغلان و پروان از تطبیق این پروژه باید مستفید گردند. بنابراین ما شهروندان ولایت بامیان انحراف مسیر پروژه توتاب از مسیر بامیان و انتقال آن به مسیرهای دیگر را یک عمل تبعیض‌آمیز مخالف منافع ملی و غیر موجه دانسته و خواهان تطبیق آن از مسیر بامیان بوده و خواستهای خویش را طی 4 ماده اعلام می‌داریم. 1. از آنجایی که انکشاف متوازن و تأمین عدالت اجتماعی از مکلفیت‌های دولت بوده، از سران حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می‌خواهیم که با در نظر داشت محرومیت‌های تاریخی ساکنین مناطق مرکزی و با توجه به شعارهای انتخاباتیشان این پروژه را طبق پیشنهاد متخصصین آن از مسیر بامیان تطبیق نمایند. 2. از آنجایی که اتخاذ تصمیم و تصویب پروگرام‌های انکشافی از وظایف و صلاحیت‌های شورای ملی است، از نمایندگان مردم در خانه ملت می‌خواهیم تا
تا در تعدیل این پروژه از مسیر بامیان ساکنین این مناطق را یاری رسانند. 3. از حکومت محلی بامیان می‌خواهیم که در این رابطه پیام و خواستهای شهروندان ولایت بامیان را به رئیس جمهور منتقل نموده و در امر دسترسی شهروندان بامیان به انرژی برق تلاش نمایند. 4. از ساکنین ولایت بامیان و سایر ولایات ذی‌نفع پروژه می‌خواهیم که تا تحقق خواسته‌های برحق و انسانیشان که همانا دسترسی به انرژی برق میباشد به مبارزات دادخواهانه و مدنیشان ادامه دهند و من الله توفیق. از طرف شورای ولایتی، شورای علما، شورای هماهنگی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و تمامی شهروندان شریف ولایت بامیان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.